بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از فاکتورهای مهمی که همیشه علامت سوال توی رابطه والدین با فرزندان این هستش که اصلا رابطه خوب چه رابطه ایه. قانون اول این هستش که ما هیچ قالب خاصی نداریم که 100% بگیم این سبک از ارتباط قطعاً به جواب میرسه. خب اما طبیعتاً یه سری الگوهای ارتباطی داریم که میتونه کمک بکنه به این که شما به صورت کلی چارچوب یک ارتباط رو تحلیل کنین. خب الگوهای کلی چیا هستن؟ یک، چقدر توی خانواده امکان اظهار نظر ابراز وجود هست. دو، چقدر تصمیم گیری ها توش اشتراک نظر وجود داره، یعنی اون اظهار نظر برسه به جایی که تو تصمیم گیری ها شاید اصلا دخالت داده بشه. سه، چقدر امکان متفاوت بودن تو خانواده هست و تا چه خط قرمزی قرار این تفاوت تحمل بشه. و چهار، چقدر خانواده میتونن در زمانهایی که یکیشون به مشکلی خورده، دردسری داره، نه تنها از نظر فیزیکی، از نظر روانی هم در دسترس باشن. خب اینها ادبیات کلی یک رابطه خوب رو تکلیفش رو مشخص میکنه. اما قسمت مهم قضیه کجاست؟ رابطه در گذر زمان شکل میگیره و این شکل گرفتن شبیه به نوعی از یادگیریه. این یادگیری میتونه یه الگوی متفاوتی رو برای روابط بعدی رقم بزنه، میتونه خودش یه الگو باشه، میتونه نقطه مقابلش بشه الگو. کما اینکه بعضی از بچه ها هستن میگن که ما دنبال شخصی میگردیم که نقطه مقابل فلان عضو خانواده برخورد بکنه. خب توی دوستی هاشون، توی نگه داشتن دوستی ها، این خیلی خیلی فاکتور مهمیه. فراموش نکنیم رابطه باید بازخورد داشته باشه و بازخورد باید واقعی باشه. الزامی نداره که رابطه خوب همیشه بازخورد مثبت داشته باشه. میتونه جاهایی وجود داشته باشه که یه نفر اون یکی رو از اشتباهش باخبر کنه ولی صرفاً از اشتباهش و ربط داده نشه به شخصیت فرد یا ویژگی هایی که به این راحتی قابلیت تغییر ندارن. اگر این شروطی که عرض کردم رو رعایت بکنیم میتونیم کیفیت یه رابطه خوب رو در داخل خانواده و حتی خارج از خانواده 100% تجربه بکنیم. فقط مسئله مهم اینجاست که عرض کردم چارچوب مشخص بشه، ما میتونیم تکلیف خودمون رو مشخص کنیم که کجاهای یک ارتباط احتیاج به اصلاح داره، کجاهاش احتیاج به این داره که گاهی اوقات انعطافی خرج بشه. سپاسگزارم که برای من توجه کردید.